عالی، همه چی میزون، تمرین اوکی، تشنه فایت. استاد شاهوردی تمام زحمات ما رو گردن گرفت و همیشه مدیونشیم. خب خدا رو شکر فایت کم که خیلی خوب پیش رفت. همه چیزی که می‌خواستیم رو انجام دادیم تو تمرینات. این 2 هفته‌ای که مونده هم واسش کامل برنامه داریم که همه چی اونجوری که می‌خوایم پیش بره. حریف تمرینی خیلی خوبی اضافه شد بهش. پژواک زرین‌ما که تو جوجیتسو دیگه حرف نداره. رضا قربانخانی از بلاروس اومد ایران، یه گرپلر و MMA فایتر، یعنی MMA بلد خیلی های لوله که یه حریف تمرینی عالی میتونست واسه حسین باشه. لول MMA ایران مثل الان نبود. خیلی لول پایین بود. یهو تو این چند ساله MMA ایران باز خیلی جا داره پیشرفت کنه، ولی خیلی پیشرفت کرد. مسابقات کم، منیجرای کم، سازمان‌های خیلی کمی برگزار می‌شد. اصلا ما همه چی جداگانه تمرین می‌کردیم. می‌رفتیم جوجیتسو MMA نبود. می‌رفتیم بوکسی که به درد MMA بخوره نبود. همه چی جداگانه تمرین می‌کردیم. هیچ باشگاهی هم نبود حتی اینا رو بتونیم بریم تلفیق کنیم که بتونیم MMA رو از توش در بیاریم. اولین چیزی که توی متی تیم ما به قول روسا ناشی کامانده به چشم میخوره، یعنی تیم ما همه با همدیگه باید کمک کنن به همدیگه. اینجا وفاداری حرف اول میزنه. یکی از کسایی که من اومدم توی تیم باهاش آشنا شدم حسین بود، حسین خرسندی. واقعا توی لول خودش، واقعا تو وزن خودش، سن خودش یکی از بهتریناست. الانم یه فایت جدید داره با حریف خودش که میخواد فایت کنه. واقعا داره برای مسابقه زحمت میکشه، کم نمیذاره. ببین همونجوری که قبلا هم گفتم حسین یه فایتر برنده است واقعا. این خیلی مهمه چون با تمام وجود اینو میخواد، یعنی همه چیشو قبول کرده که تو این رو قرار اذیت بشه و اذیتاشو کاملا نشون میده که قبول کرده، پذیرفته، با کله اومده تو خطر. اون خطره که دارم میگم یکیش مثلا همین شب زود خوابیدن، نظم خوب، آن تایم اومدن سر تمرین. تو تمرین یه جایی که من خیلی به این موضوع بیشتر ایمان آوردم تو بازی روبژش تو روسیه بود. اون جایی که خیلی شرایط بد پیش رفت، حالا ما 2 روز سفر خیلی سخت، پروازهای زیاد، نمیدونم قطار، اذیت شدیم اونجا. دفعه اولش بود داشت 70 کیلو بازی میکرد، زود فایتو قبول کرده بودیم. 10 روز مونده، 14 روز مونده بود به فایتو قبول کردیم. یهو از 85 کیلو 6 کیلو اومد 70 کیلو، کلی اذیت شد. شرایط خیلی سخت بازی کرد، یه حریف خیلی سنگین، ولی با تمام وجود جنگید دیگه. یعنی هیچ جوره باختو قبول نکرد. یعنی هر چقدر شرایط سخت‌تر میشد، اون جو سنگین استادیوم مرد تا واقعا بازیشو برد. یعنی بعد بازی خیلی شاید ندونن، اونجا بعد بازی حدود 2 ساعت حسین افتاده بود لای تماشاگرها، بک استیج، اون پشت تماشاگرها که حالا تماشاگرها هم نمیدیدن. ما رفتیم دکتر آوردیم، نمیدونم هر کاری کردیم، بالا آورد، اکسیژن وصل کردیم بهش. شاید 2 ساعت، حدود 2 ساعت افتاد رو زمین، نمیتونست از جاش بلند شه. یه سری فیلمام حالا داریم از اون موقع تو گوشه بچه‌ها هست. افتاد زمین، نمیتونست بلند شه، واقعا مرده بود. یعنی اصلا من اینجوری بهش میگفتم حسین فهمیدی بازی رو بردی؟ نگاه کردم به رفیق خودم آقا مهدی، دیدم مربیگری خیلی سفت و محکم دنبال داره میکنه. تیم رو نگاه کردم، تیم مهدی رو نگاه کردم، هر روز مقایسه میکردم با اینکه چطوری اینا چطورین، توی ایران چه کمبودایی هست. فقط به یه چی میرسیدم که هیچ کمبودی توی ایران نیست. ببین اولین نکته‌ای که بخوام بگم شاید خیلی بهش توجه نشده باشه، ولی حسین توی استرایکش وان پانچر خوبیه و با اون مشتی که یه دونه شاید حتی بگیره میتونه خیلی آسیب بزنه به حریفش. و دیگه همه اینو میدونن دیگه، گربلر خیلی خوبیه، خیلی خوب حریفش رو کنترل میکنه، تاپ کنترل به شدت خوبی داره و همین میتونه باعث بردش بشه به نظر من. و اگه خودم بخوام آرزوی موفقیت کنم براش، میدونم که این فایتش رو میبره و فایت‌های آینده‌اش هم میترکونه.
خب ببین اولین نکته‌ای که همیشه می‌بینم و واسم جالبه اینه که خودش همیشه سر تمرین هست و به تمرین‌ها نظارت میکنه و همین باعث میشه که فایترها آسیب نبینن یا اگه آسیب می‌بینن خیلی کم آسیب ببینن و همیشه حتی وقتی که کمک مربی‌ها هم سر تمرین هستن خودش داره به تمرین نظارت میکنه و این خیلی خفنه. Судьи отдают победу бойцу, который остается не знающим поражений. برنامه‌مون احتمال زیاد همین یو ای واریرز باشه. چون الان فعلا که قراردادی با یو ای واریرز نداره. فعلا فقط تک بازیه. فقط بهش پیشنهاد فقط تک بازیه. ترجیح خودمون هم اینه که تک بازی بره جلو. قرارداد نبنده با این سازمان. که بتونیم اگه سازمان دیگه پیشنهادی دادن اونا رو هم بررسی کنیم. یه موقع ببینیم مثلا بره یه پیشنهاد بهتر میده. خب اونو بگیریم. ولی تو قرارداد با یو ای واریرز باشی نمیتونی دیگه نمیتونیم بازی رو بریم. حسین جزو معدود فایترهای ایرانی که به خاطر استایل بدنیش رمق آدمو میکشه. به نظر من بازی 100% برده. حالا بستگی به پلن حسین داره چجوری میخواد ببره، یا سابمیشن کنه یا ناکو. حسین فایتریه که واسه هر فنی که روش بزنی 2 بدل داره. یعنی قشنگ لقب جادوگری که بهش دادن قشنگ برازنده شه. در درجه اول برنامه‌هایی که استاد شاوردی برای تیم در نظر گرفتن، برای کار تیمی و تیم ورکمون در نظر گرفتن، یه برنامه فراتر از برنامه‌های ایرانه به نظرم و با توجه به کارهایی که برای ما انجام میدن و برنامه‌هایی که برای ما در نظر دارن، یه سازمان یا یه در واقع یه برنامه بردی درست شده برای بچه‌هایی که همه به هم اهمیت میدن. توی کار تیمی ما همه به هم دیگه کمک میکنن. یعنی برد من، برد حسین، برد بنیامین، برد تیم. همه ما با هم دیگه متصلیم و زنجیروار با هم اتصال پیدا میکنیم. تیم ما الان تیم بزرگیه و ما تقریبا 10 تا کمک مربی داریم توی تیم که با سرمربیگری استاد شاوردی و زیر نظر ایشون کلا فعالیت میکنن و تمام برنامه‌هایی که داره پیاده میشه از طریق ایشون به ما اعلام میشه. والا بعد سال 2015 تو سن 24-5 سالگی دیگه خسته شده بودم از فضای رسمی تکواندو و اون فازایی که بعد میگرفتی برای اینکه بتونی بالاخره تو دل یه سریا جا بشی و اینا. ما دیگه کشیدیم از تکواندو بیرون. بعد یه مدت کراسفیت کردم ولی خب بالاخره اون خوی مبارزه‌گری و این چیزایی که بچگی تومون بود باعث شد که بگردم دنبال بهترین مربی تهران برای MMA که با آقا مهدی آشنا شدم. یه زمانی شاید حدود مثلا 10 سال پیش MMA بازی کردن که اصلا خیلی کار سختی بود. اصلا سازمانی نبود. یه دونه سازمان تو ایران بود اونم غیر قانونی، خیلی بگیر خیلی سفت و سخت برگزار میشد. فایترها هم اصلا نمیدونستن چی کار باید بکنن، اصلا نمیدونستن راه درست چیه، کدوم مسیر یه جای درست ختم میشه، کدوم مسیر میره تو بیراهه. اینو واقعا نمیدونستن فایترها، سردرگم بودن. فقط هم خیلی درجا میزدن، یعنی میدیدی بعد چند سال طرف فقط همون یه جای یه چند تا بازی کرده، یه سریش ثبت شده یه سریش ثبت نشده. بعد تهش این میشد که مثلا تو کشورهای حالا روسیه، کشورهای اطراف، کشورهای مثل روسیه، مثل کشورهای اطراف یه بازی میگرفتن و بعد چون لول MMA تو ایران انقدر پایین بود و علمش نبود از نظر مخصوصا تکنیکی فایترها ضعیف بودن. خب از نظر جنگندگی فایترها ایرانی خوبن ولی از نظر تکنیکی ضعیف بودن به باخت منجر می‌شد. یعنی نهایتش می‌شد این که فایتر تو ایران یه ذره می‌زد یه ذره سر می‌کرد میرفت اونور می‌باخت و هی این داستان تکرار می‌شد واسه فایترهای مختلف. Muhammad Hussein